به برنامه خبری رادیو آزادی خوش آمدید. شعله گلخوجه هستم در خدمت شما عزیزان. نخست توجه کنید به موضوع امروز 14 می. آرزوی خانه داشت اما به گوشه خواب رفت. جسد مهاجرزن توجیک بعد 12 روز خوابیدن در سردخانه به دست پیوندانش رسید. دختر من نمیدونم یو کشتنش، دختر من زدنش، هیچی من نمیدونم. من دختر من به خدا سپردم. تقدیر افسانه حل شده است ولی از جبران ضرر خبری نیست. مسئولین شهرداری وعده میدهند اما مالکان طرفخانه نگرانند. من همین سهرم اومدیم اون که ما باید میبریم و میبریم چپم میکنیم. قریب در اینجا 300-400 هزار مردک رسخود کرده. و سفارت آمریکا با هدف ایجاد اعتماد بین مردم و میلیسای توجیک در ترسونزاده مرکزی نو ساخت. گروه جمعیتی باید با میلیس همکاری کند در همه سمت‌ها. فقط یک مقصد همین است دیگه، یک اون مقصد نه که باید همه چی آشکار باشد. پس از 5 روز پر از آب چشم و انتظاری، صبح امروز نزدیکان گلبگیم رحمان و جسد سردی او را در فرودگاه بین‌المللی دوشنبه پیشواز گرفتند. آنها میگویند چنین پیامد را هرگز چشمدار نبودند، زیرا این ساکن پایتخت با نقشه‌های زیاد رخت سفر به مهاجرت بسته بود. اگر با امر تصادف یک مهاجر توجیک جسد گلبگیم را در سردخانه روسیه آشکار نمی‌کرد، شاید رسیدن به خاک وطن هم به این معجزه‌زن توجیک نصیب نمی‌شد. سرانگیز نوروزشاه و براد یوسفی گزارش می‌دهند. جسد گلبگیم رحمانова، یک جوانزن مهاجر توجیک بعد از 12 روز نگهداری در یکی از سردخانه‌های روسیه به دوشنبه رسانیده شد. در مراسم جنازه در حولی منزل والدانش همزمان با همسایه و نزدیکان دو طفل یتیم مانده گلبگیم نیز حضور داشتند. ساکنان این خوابگاه واقع در محله 46 که نزدیکان گلبگیم در آن زندگی میکنند روز پنجم است که ماتم دارند. خبری در گذشت گلبگیم را نزدیکانش از روز جمعه لکه فهمیدند و 5 روز باز انتظار تابوت او بودند. به گفته نزدیکان جسد گلبگیم را یک جوان توجیک کارمند سردخانه در شهر کلینی ولایت مسکوی روسیه پس از گذشت 9 روز کشف کرده است. با کار اومدم یک روز که همسایه‌ام گفت که دختر تلفن کرد. تلفن هم میگیرم که یا بچه تلفن میکنه. میگه می سوی برا داره. و دخترک دگوناش میگه ها اینا مادرش گریسته است. گفت مادرش بگو تلفن کنه. گپ زدم خطیش خیلی بچه خوب. گفته خاله ام بچه تو دختری تو ایکم که ماندگی رو با جا آورده است. من میخوام که همین دختری تو را یاردم بدم با تاجیکستان روان کنم. خبری مرگ گلبگیم در شبکه‌های اجتماعی پخش شد و با کمک مالی یک گروه مهاجران مهنتی توجیک مقیم روسیه تابوت این مهاجرزن توجیک به تاجیکستان انتقال داده شد. تمام یاردم می‌خواستن با کمک با مبلغ‌های پولی هم کردن. برای که مینادوری خود را بیان می‌کنیم میشن از اون پدر و مادرش ما مینادور هستیم. مینادوری حل و الا پیوندورا با کلم شهروندایی که همین کمک خود رو در همین حادثه صرف کردن باید برگم میگم مینادورم از زمین تو با آسمانم. در خلاصه طبی که بیمارستان شهر کلینی ولایت مسکو صادر کرده است گفته می شود که گلبگیم بر اثر مریضی نورسایی شدید شش و دیل در زمینه بیماری مزمن ابستروکتیوی راههای نفس فوتیده است. کم همینجا سلامتیش هم چی بوده؟ همینجا تبابت کردیم خیلی با اونجا دیگه با خیلی شده است که همون کسل با چی کرده است؟ بیماری شش داشته؟ بسیاری همیش بیماری شش با اونجا. اما یکی از دوستان گلبگی میگوید در آخرین تماس تلفنی وضع روانی او چندان آرام نبود و همیشه با هراس صحبت میکرد. روز یکم بد زنگ زده گریسته گپ زد. گفتم تو چیکار گریه میکنی؟ اونجا درد میکنه؟ گفت نه. قد بالا را نگاه میکرد 4 نیم نگاه میکنم. گفتم برای چی گریه میکنی؟ اونجا درد میکنه؟ گفت خب نپرسیدم که نگاهم داره. میدونم را کی نگاه میکرد را کی میترسید نمیدونم. در یه پدول بود که پدول همینقدر تخته بوده بالاش در یه مترسی خالی دیگه هیچ. گلبگیم مرحوم 27 فوریه برای کار به روسیه رفته بود. این بار اول بود که او به قصد مهاجرت مهنتی به روسیه سفر کرده است. شوهر گلبگیم 2 سال قبل از مریضی گموفیلیا یک نوع بیماری خون درگذشته بود.
گلبگیم قبل از سفر با دو طفل نوبالغ یوسف 6 ساله و عبدالله جان 3 ساله همراه با والدان در خوابگاه زندگی میکرد. والدانش میگویند گلبگیم با هدف بازگردانیدن قرض بانکی و همچنین خریدن خانه به مهاجرت کاری عازم روسیه شده بود. میگو که من کار کنی میرم، با شما را خونه میگیرم، با شما را ولیگ میگیرم. همه خیلی میگفته. من دختر من نمیدونم یا کشتنش، دختر من زدنش، من هیچی من نمیدونم. من دختر من به خدا سپردم. گلبگیم در طول قریب 4 ماه مهاجرت همگی 5000 روبل روسی برای فرزندان فرستاده است. این در حالی است که شمار مهاجران کاری تاجیک از حساب زنان در حال افزایش قرار دارد و طبق آمارهای اخیر حالا 17% مهاجرین کاری تاجیک در روسیه را زنان تشکیل می‌دهند. روسیه کشور اصلی قبول کننده مهاجران مهنتی توجیک به حساب می رود. اما کار در شرایط سنگین، نقض حقوق و مناسبت ناخوب مقامات روسیه نسبت به مهاجران مهنتی توجیک و مرگ و میر آنها بارها مورد انتقاد قرار گرفته است. تنها سال گذشته از روسیه به تاجیکستان تابوت 966 مهاجر توجیک آورده شده است. یک پدر و پسر ساکنان نویه رودکی چند سال را پشت پنجره سپری خواهند کرد. طبق حکم دادگاه این 2 نفر در خرید و فروش مواد مخدر عیبدار دانسته شدند. عزیز رجبوفی 17 ساله تا با آخر به بیگناهی پدرش پایفشاری کرد و پیوندان هم میگویند از بالای حکم دادگاه شکایت خواهند برد. بچه‌م گفت همین علف توبته این همین چیز بوده. آنچه این مادر مدت گیاه میشمرد بعد یافتن آن از جانب پلیس فهمید بانکدان بوده است. به گفته او از آن دردش کرده است که ناآگاهی او شوهر بیمارش را نیز به زندان برد. من میفهمیدم این چیز من خودم میدونستم که باید برم چی کار کنم و چیز باید کنم. کدام مادر پدر میخواهد که فرزندش به این روی خطا رود، اینقدر عذاب کشد و اینقدر مثال که سرسان و سرگردان شود و در جا. دادگاه در دوشنبه یک پدر و پسر را برای خرید و فروش بانکدانه به 17 سال زندان محکوم کرد. به قبل دادگاه امیر خواجه رجبوی 65 ساله از ناحیه رودکی برای خرید و فروش غیرقانونی مواد مخدر و جلب نابالغ به جنایت باید 9 سال عمرش را پس پنجره سپری کند. پسر این مرد عزیز رجبوف به 8 سال زندان محکوم شد. او افزود امیر خواجه رجبوف پسر نابالغش را دانسته به خرید و فروش مواد مخدر جلب نموده است تا جنایتش پنهان بماند. وکیل دفاعی محکوم شدگان گفت در تمام مرحله های دادگاهی گناه امیر خواجه رجبوف اثبات نشد و دلیل های را پیشنهاد کرد که به قول او بیگناه بودن زیر حمایه‌اش را ثابت میکند. همون جا همین یکم بار اول دویم بار در همون مفتش تا گفته بود که بار ای خودم ای تام نیسته. همین دویم بار دم گفته بود خودم در پیشش صلاحیت قانون مادر وای میکنن کنی سویش نلید میدن نابالغ ده. همونجا گفته بود شوهرم که پسرم که بار ای تام نیسته من دروغ گفتم. امیر خواجه رجبوف ضمن سخن آخرین خود با مراجعت به دادرس گفت که بیگناه است. پسرش عزیز رجبوف گفت به گناه خود اقرار است اما پدرش گناه ندارد. پدر و پسر ساکنان جماعت چهارتپه ناحیه رودکی را ماه نوامبر سال 2018 کارمندان آژانس مبارزه با مواد نشئه‌دار با اتهام خرید و فروش و نگهداری 3 کیلو مواد مخدر دستگیر کردند. شوهر من گناه نداره. ها پسرم یافته آورده چیکار کرده پسرم گناهگاره. من چیزی که هست من پیش دولتدار و قانونگذار من خود سرانه این گپ گفتن نمیتونم که پسری من قطع شوهرم بیگناهه. بینندگان عزیز یادآور میشیم که رقم مخصوص ما در وایبر و واتساپ همراه در خدمت شما است. اگر میخواهید خبر و عکس و نوار شما در برنامه خبری رادیو آزادی نشر شود پس با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما +420 724 056 681 است. اگر ما از شما خبر، عکس و یا ویدیو دریافت کنیم حتما تماس میگیریم و جزئیات را خواهیم پرسید.
тарабхонаи афсона ки то 3 соли пеш сери издиҳом буд ба ҳамин зудиҳо аз байн бурда мешавад. Ин тарабхона дар соҳили канали Ҳисор дар марзи маҳаллаҳои 82 ва 84 шаҳри Душанбе ҷой гирифтааст. Як моҳи пеш мақомот ба дари ин тарабхона муҳр зада буданд, вале зоҳиран то ба ҳол масъалаи пардохти ҷубронпулӣ ба моликони он ҳал нашудааст. Шаҳрдорӣ исрор меварзад ки ҳеҷ ҷои ташвиш нест ва ҷуброни зарар ҳам дода мешавад. Шодмони Ятим дар ин бора тафсилот дорад. баҳси ҷуброн ҳал ношуда мақомот ба валангор кардани иморатҳои атрофи қаҳвахонаи афсона пардохт. амри прокурор 8 май қабул шудааст. гӯё ки инҷа ягон бино набошад, гӯё ки инҷа соҳибмулк набошад, яъне ки дар бораи ҷубронпулӣ сухан нест. дар бораи он ки ба соҳибкор дигар ҷо дар қитъаи замин тиян фаъолияти соҳибкориша давом тиян нест. бо қарори раиси шаҳри Душанбе дар макони имрӯзаи ин қаҳвахона бояд бинои додгоҳ ва нозироти андози ноҳияи Сино сохта шавад. бештар аз як моҳ шуд баҳси тахриби қаҳвахонаи афсона идома дорад. соҳибмулкон мегӯянд ҳамаи ҳуҷҷатҳои лозимаро доранд ва дар сурати тахриби он аз тарафи мақомот бояд ҷуброни зарар пардохта шавад. من همین سهرم اومدیم اون که ما باید میبریم اسکوات میبریم باید میبریم چپا میکنیم قریب در اینجا 300-400 هزار مردک رسخود کرده. در حکومت سینا بر رادیوی آزادی گفتند که در قرار رئیس شهر دوشنبه برای تخریب قهوه‌خانه افسانه جبران هم ذکر شده است. با گفته مقامات حالا یک کمیسیه اموال این قهوه‌خانه را سنجش دارد و در صورت معین شدن ارزش آن جبران پرداخت می شود. شادمان یتیم، آزادی، دوشنبه. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. سفارت آمریکا در تاجیکستان کوشش دارد کارمندان ملیسا رو با مردم نزدیکتر کند. با این هدف با خرج صدها هزار سومانی در یکی از مناطق کشور مرکزی مخصوص به استفاده داده شد. نام ماموران ملیسا در سالهای اخیر بارها در قضیه‌های مربوط به فساد و زورآوری ذکر شده و اعتماد مردم را نسبتشان کاهش داد. امردین اولیموف در افتتاح مرکز نو اشتراک داشت. با مبلغ سفارت آمریکا در تاجیکستان 49مین مرکز همکاری میلیسیا با جامعه به کار شروع کرد. مرکز نو در شهر ترسونزاده بنیاد شده، هدف آن به گفته سفیر آمریکا بهتر نمودن اعتماد بین میلیسیا و جامعه می باشد. این بینای نو نشانه نمایانی همکاری میلیسیا با جامعه است. همکاری میلیسیا با جامعه یک از واسطه مهم برای بهتر نمودن اعتماد بین میلیسیا و جامعه می باشد. مراسم افتتاح مرکز نو همکاری میلیسیا با جامعه در جماعت جور رحمان با اشتراک مقامات سفارت آمریکا و وزارت امور داخلی تاجیکستان دایر شد. این مرکز با مبلغ قریب 9 میلیون سومانی بنیاد شده برای کارمندان میلیسیا و شورای جمعیتی نزد پلیس شرایط کاری فراهم می‌کند. مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان هم میگویند وقتی آن رسیده است که مردم با پلیس همکاری زیچ داشته باشند. مردم شورای جمعیتی باید با میلیسیا همکاری کنند در همه سمت‌ها. فقط یک مقصد همین است دیگه، یگان مقصد نه که باید همه چی آشکار باشد. جنایت باید از و پنهان نباشد. اما معاون وزیر امور داخلی از این بیشتر صحبت نکرد و از جمله به سوال رادیوی آزادی درباره آنکه چرا اصلاحات میلیسیا تا حال نتوانسته سطح شکنجه را کاهش دهد پاسخ نداد. اعضایان شورای جمعیتی نزد پلیس میگویند فعالیت آنها باعث آشکار نمودن چندین جنایت و پیشگیری زورآوری خانوادگی شده است. اصلاحات میلیسیا قرار است تا سال 2020 ادامه کند و برای آن تا امروز 1 میلیارد سومانی مصرف شده است. بر اساس این اصلاحات نام میلیسا با پلیس عوض می شود و به گفته مقامات باید این نهاد با مردم علاقه زیج داشته باشند. اما با گفته کارشناسان برخی از پدیده ها از جمله شکنجه و بجزایی به صد میان مردم و میلیسیا تبدیل یافته است. امانت بانک یکی از بانک‌های عظیم دولتی تاجیکستان با خریدن سهمیه‌های جمعیت سهامی برهمخورده سنگ‌توده آغاز کرده. سیفالله سلیموف سخنگوی امانت بانک با رادیو آزادی گفت خریدن سهمیه‌ها روز 13 ماه شروع شد و هر سهمیه را با قیمت $10 از صاحبانش می‌خرند. حکومت تاجیکستان امسال برای خریدن سهمیه‌ها از صاحبانشان از بودجه 10 میلیون سومانی یا کمی بیش از $1 میلیون اختصاص داده است.
با این مطلب برنامه امروز رو انجام میدیم. شما تا نشر نوبتی برنامه خبری امکان دارید فردا صبح بر وقت نوید بامدادی رو تماشا کنید. در این برابر آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب نوار و گزارش‌های جالب دارد. وبسایت رادیو آزادی www.azadi.org هم در خدمت شما از اون است. تا برنامه فردا، خدا نگهدار.